اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. طلسمی که مشاهده میکنید یک طلسم قدرتمند در باب رفع غم و اندوه است. کسانی که دچار غم و اندوه هستند و موردی برایشان اتفاق افتاده که آنان را آزرده خاطر کرده، این طلسم را در روز یک شنبه وقت طلوع خورشید بر ورقه سفید بدون خط با زعفران و گلاب نقش می کنند. پس از نقش طلسم به دور طلسم آیه 88 سوره مبارکه انبیا را هم می نویسند. بعد طلسم را بخور می دهند به مدت 10 دقیقه به یک بخور طیب. ترجیحاً اگر اسپند باشد بهتر است. پس از اینکه بخور دادند طلسم را درون آب قرار می دهند و با آن آب غسل می کنند. طریقه غسل کردن را هم در زیر این کلیپ برای شما عزیزان در قسمت توضیحات قرار خواهم داد. انشاءالله پس از استفاده خیلی با سرعت غم و اندوه شما از روح شما و افکار شما پاک می شود و از بین می رود. امیدوارم که موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله. العبد سید رحمانی.